عبدالله غربتی روزنامه‌نگار جوان ولی شناخته توجیک که همیشه برای عدالت مبارزه می‌برد و می‌خواست خود را آزاد و برابر حقوق با دیگران حس کند، روز 1 آگوست زادروز داشت. این لکه سیامین زادروز عبدالله غربتی است که او در پس پنجره‌های زندان تجلیل می‌کند. عبدالله 28 ساله شد و به قول پیوندانش در محبس بجز از آزادی دیگر شکایتی ندارد. مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی روز 1 آگوست سال 2024 گفت که بار آخر 1 ماه پیش با همسرش برخورده است و میگوید که وضع سلامتی و رویه عبدالله خوب است و بجز از آزادی دیگر از چیز شکایت ندارد. گفت همسر عبدالله غربتی یکی از روزنامه‌نگاران جوان و صاحب استعداد تاجیک است که 3 سال پیش در عرصه تجلیل 25 سالگی خویش با احساسات و هیجان گفته بود میخوام خود را آزاد و برابر حقوق با دیگران حس کنم. میخوام در دولت زندگی کنم که آنجا برای عملی نمودن ظرفیت خویش امکان داشته باشد. مهمتر از همه میخوام تاجیکستان من چنین مکان گردد. این سخنان عبدالله غربتی یکی از روزنامه‌نگار جوان و صاحب استعداد تاجیک است که 3 سال پیش در عرصه تجلیل 25 سالگی خویش با احساسات و هیجان گفته بود. اما 1 سال بعد 15 یونیو سال 2022 او بازداشت و بعد چند برای 7.5 سال زندان روانه زندان شد. همکنون 2 سال باز عبدالله غربتی در زندان است. عوضمت غربتوف که با تخلص ایجادی عبدالله غربتی در میدان ژورنالیستیک فعالیت داشت، یکی از جوانترین روزنامه‌نگاران امیدبخش تاجیک معرفی می شود. او تا زمان بازداشتش در رسانه‌های گوناگون جمله در هفته‌نامه پیک و مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی تاجیکستان، هفته‌نامه فرج و اگنتی اطلاعاتی آزیا پلیوس فعالیت داشت و بیشتر موضوعهای اجتماعی و حساس را بررسی می نمود. او در مقابل ناعدالتی هیچگاه آرام نمی نشست. درد جامعه را خوب احساس می کرد و برای دوایی آن تمام تلاش خود را انجام می داد. از مکانهای برای جان کس خطرناک گزارش تهیه می کرد، داد مردم را می شنید و به اعتراض آنها گوش می داد. هیچ یک حادثه مهم و هیچ یک مسائل داغ از نظر او دور نمی ماند. واقعیت را می گفت اگر آن تلخ هم باشد. عبدالله غربتی را 2 مرتبه لطکوب کردند. در یک حالت شخص لطکوب کرده پیدا نشد و در حالت دوم چند نفر برای میدان‌باشی جریمه شدند. اما این همه رویه عبدالله را نشکست و او بیشتر وارد میدان ژورنالیستیک میشد. میخواست همه میلان‌های نو ژورنالیستیک را از خود کند. وقتهای آخر عبدالله بیشتر با صورتگیری و تهیه نوار و فیلم‌های کوتاه مشغول بود. حتی یک فیلم مستندی هم تهیه کرد که در آزمون فستیوال‌های داخلی و خارجی صاحب جایزه گردید. آخرین سمتی که عبدالله به آن توجه نمود همکاری با دلیر امامعلی بلاگر تاجیک بود. عبدالله با دلیر هر دو برای یوتیوب کانال دلیر امامعلی از مشکلات اهالی و موضوعهای اجتماعی حساس از جمله روند قبول شهروندان از جانب منصبداران و مانع‌های در این سمت جای داشته و مناسبت کارمندان و منصبداران دولتی نوار تهیه می‌کردند. آخرین نوار آماده کرده عبدالله و دلیر در رابطه با تخریب بنای ساکنان محلی پنشهر نویه شاه منصور تماشابین زیاد پیدا کرد. بعداً برای روشنی انداختن به مسئله، عبدالله با دلیر در روز قبول رئیس نویه شاه منصور به بنای حکومت این نویه آمدند و از روز قبول آن گزارش آماده کردند و در آن گفته میشد که رئیس نویه آنها را قبول نکرد. پس از نشر این ویدیو اول دلیر برای مدت بازداشت و به قول خودش از جانب کارمندان پروکراتور این نویه شپاتی خورد و دیرتر رها گردید. با گذشت چند روز او در راه به شهر کونه‌بادام از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی در نویه عینی بازداشت و به دوشنبه آورده شد. چند پس عبدالله برای شاهدی از جانب شعبه میلیس نویه شاه منصور دعوت گردید و پس از دادن شاهدی وقت ترک بنا با اتهام استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و تأخیر نماینده حاکمیت بازداشت گردید. دلیر امامعلی بعداً به 10 سال زندان محکوم گردید. عبدالله غربتی پس از بازداشت رسما با گمان اشتراک در اتحادیه اکستریمیستی برای 2 ماه به حبس گرفته شد. خود عبدالله و پیوندانش هیچگاه گناه را اعتراف نکردند. مرافعه دادگاهی عبدالله غربتی در بازداشتگاه موقتی و به طور پوشیده برگزار شد و در دادگاه نویه شاه منصور شهر دوشنبه عبدالله غربتی را به 7.5 سال زندان محکوم کردند. بازم عبدالله غربتی ضمن سخن آخرین خود تاکید نمود که گناهکار نیست و هیچ یک از گناه اعلان شده را اعتراف نمی کند. مبارک قاسمی همسر عبدالله غربتی می گوید که بعد بازداشت و حبس همسرش از چیز تنقیصی ندارد و تنها نبودن شوهرش او را اذیت می دهد. مبارک قاسمی می گوید بازداشت و حبس عبدالله
نبض زندگیشان را بعد به هم زد که حتی پسرش از شیر مادر محروم شد و او همیشه میترسید که خدای نکرده روزی برای پسرش شیر خریدن نتواند. مبارک قاسم میگوید قضیه‌ای که به سر شوهرش آمد به او قوی بودن، صبر کردن و از خود و شوهر و عائله‌اش دفاع کردن را آموزانید. مبارک قاسمی اولا مادر 2 فرزند مسعود و محبت است و اکنون به تربیت آنها کمر بسته است. همسر عبدالله اینچنین زبان انگلیسی می‌آموزد و با دختر کرت‌های ملی مشغول است. چند وقت باز در رادیو ختلان فعالیت ژورنالیستی دارد. او در 3 ماه 1 مرتبه با عبدالله وا می‌خورد و ما از این واخوری‌ها به او قوت می‌دهند که از زندگی ناامید نشود. مبارک قاسم باور دارد که شوهرش بیگناه است و در نزدیکترین فرصت عدالت تنتنه می‌کند و عبدالله غربتی به آزادی می‌براید.